غالب داشت و این پهلوان کشور ما که به این پهلوان معروف که قهرمان جهان در رشته سمبا بودن، سیان خیرتک غالب آمده بودن، سیچا پهلوان ناحیه واسه تشریف آوردن. یک قصد به افتخار سیچا پهلوان. حقداد پهلوان از حصار، این پهلوان یک بار دره کردگی بود. این حال با سیچا پهلوان از ناحیه واسه خو آزمایی میکنند. هر دی شما را ما تا رفتن آن اعلام میکنیم. خب یک قالین، یک پلساس دیگه برای تازه کردن قالین بین هر دی پهلوان ها. رشته جدا و در رشته گشتین ملی از همین دیار کلاب زمین ناحیه واسه سید مختار تشریف آوردن. خوش آمدید دادر عزیز. حریفایی که کسی میخواهد تو آزمایی کنند با سید مختار، مرحمت. با توجه مخلصان، حالا عمر پهلوان حریفی خدا حلال زد. عمر پهلوان از شهر دوشنبه با اهلیه از جماعت دهات دهنه هنرنمایی میکند. مکافات هر دو پهلوان را هم یک قالین 4x6 1000 سامانی بالای تحفه اول از زن به هر دو بختوی بال و موفقیت. دلشاد زاده در گلیم سیوم هر دو را حکمی کنید. خب برادرای عزیز، مخلصا، از همه شما احترامانه خواهش میکنم چیزی که در برتان دارین که از موبیل هست برای تلفن پهلوان حریف خدا حلال زد. محمد رحیم پهلوان از شهر کولاب حریف خدا حلال زدن. تلفن هایی که دارین در پهلواتان احتیاط کنین برادر عزیز. در گشتین گذشته خیلی برادرها تلفن هاشون از دست دادن. خب احتیاط باشین، چیزاتون احتیاط کنین. با پهلوان ناحیه همدانی تشکر. هنرنماییشون خیلی خوب است. با اهلیه هم سپاس که در میان امروز مردان یک گل دختر جماعت دهات دهنه متانت و هنرنمایی جالب دارند که واقعا شایسته تحسین و آفرین هاست. در برابر شاهده و چنده از چهره های نمایان جدای کشور این بانو هم سال تا سال هنرش می درخشد. در تایپی چین جایزه برنجی چمپیونات آسیا بار دیگر این گفته ها را تقویت می دهد. با اهلیه که زاده دهات دهنه شهر کولاب است. در این میدان برای کامیابی آرزومندیم. مخلصان، یک قرصک صمیمانه اجماع و شما و افتخار اهلیه مومنوه. این حال من یکی از پهلوانان معروف کشور، یکی از پهلوانان پرقوت میدان که با وزنای گرانم بسیار خوب آزمایی میکند، حق نظر پهلوان ببینیم. حق نظر سرتی نزدیم آبید. یک قرصک به خاطر حق نظر پهلوان از ناحیه حصار. نظامی همین منطقه خواهش میکنم یک بار دیگر توجه کنید. وارد میدان شد. علی جان پهلوان دهی افتابلیقا، محمد پهلوان از ناحیه تنگره. بین هر دو پهلوانان 200 سامانی یک قالین. محمد وارد میدان شد. شاروبان لطیف Dolabından nomuzdan gözlüğüm harekatı geliyor. گوشتی نمن کردیم. برادر عزیز نخواد که ما 3 وارشید به خاطر شما گوشتی نمن کنیم. هیچی آداب و اخلاق است. نخواد که در مرکه منطقه خودتان شما این گونه رفتار کنید. بیایید دستی یکدیگر بگیریم. برادر عزیز
با احترام خاص از شما من بکنم اینجا را ترک کنیم. خب یک بار دیگر دینامیکا رو خالی کنیم. یک بار دیگر بچه ها رفتیم، حرکت کردیم حرکت. آفرین کارگرد میلیچیا برادر عزیز. با هنرنمای اهلیه تحفه برای هنرنمایی و برای اشتراک فعالانشون تشکر. رقابت اهلیه در دور دوم مساوی بود. سپاسگزاریم از هنرنمای خوب. حالا باز پهلوانان جوان ورزشکران غالب را حق معرفی کردن داریم. امین جان ناحیه تیمورملک 2 غلبه دارد. عبدالله ناحیه مومن آباد مکافات هر دینا. تاجدین رقمی بچه زنهای پهلوان که امید کسی دیگر نمانه آمدنی، یکان پهلوان اینجا نیاید. یک قولین 200 سومانی توفه هر دو پهلوان. ها گیلم آخرین را بین شما اون طرف. همین چونین بیایم این همینجا در 6 تا 7 جفتی که هست دیگر زیاد نمیمونیم. اینا خالی بشوند دیگر را خلط میکنیم. برادر که چک می نویسانده کنی شما با پهلوان کلاب شهر مهمان از ناحیه پاونج. حالا بار دیگر برای معرفی پهلوانان فرصت داریم. یک ما شما به هر دو بخت و سعادت میدان آفتابلیقا را زیبا کنید. مردم از هنر و مهارت شما حلاوت برند. یک خلاتلیک ارزش 4,500 سومانی باز هم یک قالین 4x6 توفه دوم 1000 سومانی در مکافات دوم زم شد. علیشیر اکراموف صاحب برکت برادر عزیز نظیما بیا. علیشیر اکراموف. خب همگی را برآوردیم بجز همین کسی که در بدنش فرمای کاری میلیسیا و امان دارد همینا بیسن دیگر نباشند. به فرما را همه را بیرون کردیم. سرداوری مسابقات یکی از پهلوانان محبوب امروزه هم چون دعوت به عمل آوردن که ذکرالله قادیروف از ناحیه خوالین که ورزشگرم به میدان دعوت کردن. حالا برای پهلوان غالب یک قدم به حق نظر پهلوان هپا شهر حصار یک کبکبی ما و شما استقبال صمیمانه همه. اگر به همین پهلوان باشد مرحبا، نباشد قدم تا نوری دیده تاج سر دیگر با دیگر پهلوانا حق هنرنمایی نداریم. حق نظر نظرف مهمان ارجمندی آفتابلیقا از شهر حصار هست. دیگر ترتیبی که شما میدان داری کردنتون با خواهش خودتان و پهلوان دلخواهی خودتان آوردن است. در این ردیف کار رنگی دیگر نمیگیرد. تشکر. کسی که گیرد باز توفه مکافات ها خیلی ارزندن. از ابتدا تا به مرحله نهایی امیدواریم که این پهلوان خیلی هنر خوب هم نشان میدهد. مهمان شهر حصار در میدان هست. طلبگار پهلوانی معروف کشور
پهلوان ارداس نسیموف شهر کولا همینجا باشید دادار عزیز وارد میدان شد التماس کلانتوها را زیر نکنید برادر عزیز. خواهش یک بار دیگر همینجا منطقه‌ای که هست سیم ترتیب میدانداری همینجا را درست کنید. فقط به حق نظر و اگر طلبگار باشد از کدام منطقه تاجیکستان مرحبا. برای هنرنمایی دیگران که مصلحت و مشورتی سودمندی در نخونک است همه مقابل است. من خواهش میکنم به حق نظر و هست طلبگار مرحبا لباس ها را پوشین وارد میدان شد. دادوف بیا نسیما دادوف پهلوان اینجا جدا ما میکنیم. از جانب راستی من پهلوانی ناحیه رودکی علی باقیوف، از جانب عارف جان دادوف ناحیه بلندکوهی طویلدره. بین هر دو پهلوانان وارد میدان شوید. لازم سالی من میگم تا سرگردانی شد و شاهد قلندر و هست یک طلبگار تاجدین سالم پهلوانا یک پلیساس 200 سامانی پهلوانان گیلمی اول. عارف دادو پهلوان ناحیه سنگوار از سبب جراحی گرفتن حریفی شاهرخ امیرخانوف غالبیت به شاهرخ پهلوان داده می شود. در نظیمت کرامت الله حکیموف پهلوانی شهری دوشنبه تشریف آوردن. وزنی تا 80-90 کیلوگرم پهلوان ها باشد خو آزمایی میکنند. مرحمت. عمر پهلوان از ناحیه حصار حریف کرامت الله حکیموف. مرحمت وارد میدان شوید. بین هر دو پهلوانان تاجدین سالم پهلوان را اعلام کرد.
پهلوانا اینجا رو به ترتیب بیاریم. اینجا دا چند تا پهلوانی معروف است، اینا رو من اعلام کنم. شاروخ بیا اینجا، کجا رفتی؟ آفرین